در این نوار سلطنت 15 ساله درباره آن قصه میکند که شوهر مادرش دوام 2 سال او را تجاوز میکرد و حالا به گفته دختر مادر و پدر اندر او را میترسانند و تهدید میکنند تا این حادثه رسانه‌ای و پدر اندر مجازات نشود. آنها مرا تهدید کرده میگفتند که اگر به کسی در این باره بگویم مرا میکشند. آنها میگویند بگو که به این همه خاله‌ام گناهکار است. خاله دختر برای او وکیل دفاع گرفته است، اما وکیل را به نزد دختر راه نمی‌دهد. پدر اندرش شاهد نیست، او گمانبر است، ولی او در آزادی میگردد و به او حتی اجازه میدهند که به نزد دختر درآید. از طرف او به دخترک تهدیدها هم شده است. بی سلطنت نقل میکند که هنوز از خردی دخترک از جانب پدر اندرش ارسن لط و کوب میشد. 1 سال پیش مادر کلان سلطنت شاهد یک صحنه شبهناک شد. سلطنت میخواست چیزی را از جیوان بگیرد. در همین حال ارسن به نزد او رفته به بالایش برآمد و به پشتش زدن گرفت. وقتی مرا دید در حال از او دور شد. من این را به مادر سلطنت گفتم. خاله سلطنت را هم رفتارهای شبه آمیز پدر اندر دخترک نگران کرده بود. او میگوید شوهر خواهرش شبانه چند بار با دختر اندرش از خانه بیرون میرفت. خواهرزاده‌ام از من خواست که برایش کمک کنم تا پدر واقعی خود را پیدا کند. او گفت دیگر نمیخواهد در این خانواده زندگی کند و نقل کرد که او را پدر اندرش تجاوز کرده است. بعد آشکار شدن حادثه در خانواده نیزا سر زد. هم دختر نابالغ و هم والدان و خاله دختر از مراجعت به مقامات انتظامی خودداری کردند و گفتند که این مسئله داخلی اویلوی است و خودشان باید حل کنند. ولی با این وجود این حادثه با ماده 161 یعنی تجاوز ثبت شد و حالا تحقیق حادثه ادامه دارد. سلطنت را کارمندان اجتماعی از خانه گرفتند و بعداً با مقصد حفظ صحتی او دختر را به مرکز پسیخیاتری فرستادند. مادر او باور دارد که این قضیه بافته است و دختر 15 سالش با کمک و خواست خاله‌اش این کار را میکند. خواهر من دخترم را میترساند. دخترم راستش را به من نقل کرد. او را یک جوان 22 ساله تجاوز کرده خواست گناه را به گردن شوهر من گذارد. من باور دارم که او به چنین کاری دست نمیزند. او آدمی مذهبی است. جوانی که مادر او را در تجاوز دختر گناهکار می‌داند این اتهام را رد می‌کند. همان بیگاهی که من برآمدم آنجا پدر اندر دختر بود. او با من برآمد و گفت بیا صحبت کنیم. من اول خواستم با او جنگ کنم ولی خودداری کردم و گفتم تو چی میخواهی؟ میخواهی مرا با این جنایت شریک کنی؟ او با من گفت میدانی چنین یک مشکل پیش آمده است، مرا میتوانند از آزادی محروم کنند. من گفتم این به من دخل ندارد. آیا دختری نورس قربانی این جنایتی وزنین شد و یا وسیله مناقشه های خانوادگی؟ اکنون باید مقامات گره را در این قضیه پرپیچ و تاب باز نمایند.